شاعری فرزانه را عصر و زمان بر نیاز خویشتن می آورد. مادر تنها نزاید شاعر، خلق او را بهر خود می آفرد. در شناخت فرهنگ و صنعت هر ملت بیش از همه فرزندان فضلائینش سهم می گذارند. یکی از چهرهایی که در عالم ادبیات و معرفت مرتبه ارزنده وصف را دارد، استاد لایق می باشند. در آینه نگاشته های ماندگار و ارزشمند این شاعر توانا، معنویات ملت با همان شکوه و شهامت ازلی انعکاس گردیده است. درود بینندگان عزیز، این لحظه به پاس خاطر شاعر شهیر تاجیک استاد لایق شیرعلی برنامه را پیشنهاد شما می نماییم. در برنامه راجع به اشعار بی‌زوال استاد لایق شیرعلی همراه استادان سخن صحبت می آوریم و اینچنین هنرمندان می توانند با ترانه هایی که از اشعار استاد لایق است خاطر ما و شما را شاد کرده باشند. این زمان برای شما مهمانان برنامه را آشنا می کنم. دانشمند و شاعر خلقی تاجیکستان استاد نظر یزدان. محترم حاتم شاعر شناخته تاجیک. ادبیات شناس ورزیده استاد میرزا شکرزاده. کمال نصرالله شاعر خلقی تاجیکستان و اینچنین هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف همراه نوازندگان خویش در برنامه ما حضور دارند و شما را به استودیوی تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید میگوییم. اگر شما زید نباشید در اول یک ترانه از جانب هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف بشنویم و سپس برنامه را ادامه دهیم با یک روحی بالیده البته. سر نکند در ندانی کی سرت است تا یار تو را ترک نگوید نتوان گفت که از او به دل و جان چی نشان و اثرت است تا جوی پرابی داری خانه نخوش کرد زینهار ندانی که به از بحری دمان بود تا جوی پرابی داری خانت نخوش کرد زینهار ندانی که به از بحری دمان بود تا گم نکنی یاری قرین از غلطی دل گفتن نتوانیست چنین بود و چنان بود تا گم نکنی یاری قرین از غلطی دل گفتن نتوانیست چنین بود و چنان بود. وقتی جوانیست ایامی محبت بگذشتن این عهد نغنجت به خیاله تا در دل ما حوصله پیر نگردن بیهوده بود آگهی بود چونان که فراموش شود شعر و ترانه
شعر و ترانه گفتن نتوانیم کیش با کی سروده این گونه عجب نه گذرد عمر و ندانه گفتن نتوانیم که ما زیسته بوده این گونه عجب نه گذرد عمر و ندانه گفتن نتوانیم که ما زیسته بوده بهار من بهار عاشقی بود، دلم از عشق یاران صادقی بود. از آن شادم که بعد من بگویند زمان در زمین یک لایقی بود. با تشکر از بهادر نعمتوف میگذاریم به سوالها. میخواستم با چند سوال در این برنامه اوید به اشعار بیزوال استاد لایق شیرعلی به شما مراجعت کرده باشم و سوال نخست این است که استاد لایق در وسعت ادبیات به خصوص شعر چی نقش دارند؟ سهم استاد ارجمند ما استاد بزرگوار یادشان بخیر لایق شیرعلی نه تنها در شعر در ادبیات تاجیک بلکه در حوزه گسترش زبان تاجیکی فارسی در اون جغرافیای بسیار وسیعی که نه تنها زبان روسی بود بلکه نفوذ شوروی بود چشمرس روشن معلوم است. خب تشکر استاد و البته وصف اشعار استاد لایق پایان ناپذیر است، اما ما خواستیم به عرفه 75 سالگی استاد بزرگمون روح آن کس را شاد کرده باشیم و کمال نصرالله که البته همچون یک شاگرد بهترین استاد لایق اعتراف شدند در این موضوع چی میگویند؟ نظر میگن که با ایجادیات استاد لایق چون با یک ادبیات باید نظر کردن که ایجادات استاد لایق خودش یک ادبیات است. این بسیار گپی بلند است چون که خدمتشان در شعر معاصر ما همه جانبه است. استاد لایق زبان شعر بیان شعر تازه کردن نو کردن در اون مایه شعر ما با کلی نو کردن. استاد لایق درد و نیاز و محبت عشق مردم توانستند امروزی کنند در شعرشون جاری کنند. وقتی که در اون سالها مبارزه به مقابل غزل می رفت که غزل کهنه شده است، غزل آبشسته شده است، تعبیرهایش کهنه شده است و حتی همین دعواها بود که دیگر باید غزل ننویسیم. این بحث در دایره ادبیات فارسی زبان در ایران شروع شد و بعد در ادبیات ما در ادبیات ایران سیمین بهبهانی در ادبیات ما استاد لایق اثبات کردن که عیب ژانر عیب غزل نیست. غزل امروزی باید گفت، غزل باید با درد امروز با نیازهای امروزی گفت. استاد لایق غزل‌های سرودن که بازگشت شد به غزل و تا امروز غزل در ادبیات ما یکی از ژانرهایی هست که بسیار معمول است چون که غزل با زبان امروزی با روز و نیازهای مردم استاد لایق توانستند گویند. استاد لایق غزل نو کردن، لباس نو پوشاندن و معلوم شد که غزل باز هم میتواند زندگی کند خدمت کند. استاد لایق در تمام ژانرهای سنتی ما سهم ماندگار دارند. وقتی که اشعار لایق را من اگر از کتاب میخوانم یا از زبان یک رهگذر میشنوم یا در یگان مکتب میشنوم یا از صدای سراینده ها میشنوم من احساس میکنم که این سخن همانا تراوت دارد، همانا همنبض مردم است، همانا زنده است و زنده خواهد ماند. این
سعادت شاعر است که بله. سخنش برای هم قدم و هم نفس مردم باشد، آرمان‌های مردم را گفته تواند، از خاطر مردم نرود. همدم یعنی مرهم امروز باشد، مرهم هر روز شام باشد. از شما تشکر میکنیم برای یک اندیشه های کاملتون و چون برنامه ما هم صحبت است و هم سرود، باز هم میخواستیم که از اشعار بی‌زوال استاد لایق دادا نعمتوف یک ترانه خوب و دلنشین را بهر بینندگان تقدیم کرده باشند. مرحمت. تو گلی شکفته روی همه بی خزان بیمانی، تو بهار گل فشانی همه گل فشان بیمانی، همه دم کنم دعایا که چون این جوان بیمانی، همه دم کنم دعایا که چون این جوان بیمانی، تو مرا شناختی باز، تو مرا گداختی باز، زی برای آن محبت که مرا نواختی باز، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی. تو مرا به من نمودی و دلم جنون فزودی، زی برای آن که در من چی خزینه ها کشودی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، زی برای چشمه هایت، زی برای خنده هایت، زی برای هر صدایت، زی برای هر دعایت، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیمانی، همدم کنم دعایت که چون این جوان بیماری.
یکی از رسالت‌های شعر این بلند برداشتن ذوق خودشناسی و خودآگاهی مردم است و موضوع خودشناسی در ایجادات استاد لایق چه موقعی دارد؟ در این موضوع کمی روشن می‌انداختید. در رابطه با اشعار استاد لایق ساعت‌های دراز باید صحبت بکنیم، اما وقتی ما بسیار محدود است. یک موضوع مشخصه هر کدام ما باید به آن رو آوریم و شما درست فرمودید که موضوع خودشناسی ملی در اشعار استاد چگونه بازتاب دارد. راستی اگر اشعار استاد لایق وقتی که سر فرو میبرید تحلیل میکنید، در اکثر 90% شعر استاد درد ملت، موضوع خودشناسی و از آغاز ایجادیاتشان استاد به همین موضوع هم حتی شروع کرده بودند. باید بیاریم اون شعر نو برخاست همچون آدمی نو، همچون طفل انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب، زخمهای پشت عینی مصرع‌های او شدند. از دلی من تا بخارا یک وجب راه هست و بس. شما تصور کنید همون سالهای تقریبا سالهای 70 استاد میگفتن که زخمهای پشت عینی در دل من خفته است، یا از دل من تا بخارا یک وجب راه هست و بس. و این موضوع خودشناسی ملی تمام اشعار استاد موج اندر موج در بر میگیرد. یا فرض کردیم در موضوع جنگ جهانی دوم، در موضوع وطن، اکثر شاعرای ما شعر گفتند. استاد لایق با تماما طرز و اسلوبی دیگر همین شعر شروع کردند. سرودی خیرباد برای قهرمان اتفاق سوویتی، اتحاد جماهیر شوروی، تاجیک پسر اسماعیل حمزه‌علیف. باز می آید بهار و باز می خندد چمن، نور ماه در روی ره از سایه ها گل می کند. زخم من در صحتی خلق می یابد شفا، مرگ من در زندگی مردمان گم می شود. و در ادامه شعر باز استاد روی می آورند باز هم به مسئله های ملی. بعد می فرمایند که هم نژاد می روم بر کام آتشبار مرگ، خیر مادر جامعه ماتم نپوش. یا میگویند در مصرهای دیگر که هم نژاد و هم نفس با شیرکم، خون پاکی تاجیکم. این در اون سالهای فرض کردیم 70 من خون پاکی تاجیکم، هم نبرد و هم نفس با شیرکم، اولین پدیده های بود که ما از زبان شعری استاد شنیده ایم. و اکثری اشعارشان همینطور. سه جنبه اصلی شعر استاد باید ما در مد نظر داشته باشیم. یکم به عقیده بسیار ادبیات‌شناسای خودمان و ادبیات‌شناسای کشورهای همزبان در مسئله میهن پرستی و شعر ملی، حتی در حوزه ادیبان فارسیگوی استاد یک کتازند. یعنی شعر میهن پرستانی استاد لایق از اشعار میهن پرستانی شاعرای ایرانی و افغانستانی بیشتر بوده است. نظر یزدان در این مورد چی میگویند؟ شما من مشاهده کنید علاقه پیش از جشن گشته و برگشته سخن استاد لایق، صلح در انتظار ما آمد، نور حق بر دیار ما. اینها کاری ساده نیستند. هم نبض در آرمان و تپیش نبض دل مردم بودن در کار که این گونه سخن را باز هم برگشته برای ملت خود تقدیم کرده توانسته باشند. در شناخت هویت ملی، در شناخت خود در همین زمان پیش از حتی دوره شوروی و در زمان استقلال شعرهای استاد لایق بسیار خدمت بزرگ کردن در خودشناسی ملی ما، در شناخت هویت ملی ما. این شما ببینید که چگونه همه جانبه هست ایجادات استاد لایق، چگونه فراگیر است و هر موضوعی که دست زدن، موضوعهای تاریخی، موضوعهای آفریدن سیماهای شخصیت‌های بزرگ، این هم از استاد لایق شروع شد. ببینید تصویر بعد از خب الهام از شاهنامه، سلسله که بعد از خواندن شاهنامه استاد لایق نوشتن، ببینید که در تماما بس یک چیزی تازه بود در ادبیات ما، یک
کشفیات‌های نوی شاعرانه در همین موضوع تاریخی، موضوعی که به درد امروز می‌خورد. استاد لایق این ابراز و تصویرهایی که از شاهنامه گرفتن توانستند مطابق کنند به امروز ما. باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی درین بگذارم، رهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگاهان چون خورشید، دامنی صبح کشم، دامنی دل برگیرم، باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی دیرین بگذارم، رهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگاهان چون خورشید، دامنی صبح کشم، دامنی دل برگیرم. باز یک باری دیگر تازه جوانی بکنم، بری جانان زی فلک لاله اختر گیرم، باز یک باری دیگر تازه جوانی بکنم، بری جانان زی فلک لاله اختر گیرم، نشوم دست خوشی وسوسه ای کوردیلی، جفتی دل خواه چو یک جفتی کبوتر گیرم، نشوم دست خوشی وسوسه ای کوردیلی، جفتی دل خواه چو یک جفتی کبوتر گیرم، باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی درین بگذارم، رهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگاهان چون خورشید، دامنی صبح کشم، دامنی دل برگیرم. سوزی افزونم از آن است که روزی چو چراغ، سری گوری پدر و مادری خود درگیرم، سوزی افزونم از آن است که روزی چو چراغ، سری گوری پدر و مادری خود درگیرم، گور پیستان بودان مادری دنیای دل، میروم مصلحت عمر زی مادر گیرم، گور پیستان بودان مادری دنیای دل، میروم مصلحت عمر زی مادر گیرم، باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی درین بگذارم، رهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگاهان چون خورشید، دامنی صبح کشم، دامنی دل برگیرم، باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی درین بگذارم، رهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگاهان چون خورشید،
دامنی صبح کشم دامنی دل برگیرم دامنی صبح کشم دامنی دل برگیرم. استاد لایق میفرمایند که من بعد هم از زوال می آیم باز، چون مرغ خجستفال می آیم باز. از بعد 1000 سال یادم بکنید، من بعد 1000 سال می آیم باز. در شخصیت استاد لایق چی گفتن می توانید؟ یک شخصیت خیلی خاکسار، عادی، صمیمی و در صحبت با خرد و کلان یا که صرف نظر از وظیفه خیلی صمیمانه مناسبت میکردند، خیلی صمیمانه صحبت میکردند و صحبت را تا آخر گوش میکردند. من یک خاطره دارم از یک سفر شهر مسکو. باره از یک سفر برمیگشتیم از یک کنفرانس، تقریبا سالهای 95 یا 96 بود. در طیاره نشسته بودیم، من و استاد لایق و جانبک اکابیر. همین وقت چند تن از مسافرانی که پهلوی ما نشسته بودند استاد لایق را شناختند و نزد من آمدند که استاد لایق یک چند شعر برای ما خواند، خواهش کردند در طیاره. من وقتی خواهش اونها را رساندم، استاد لایق برآمدند، در همون پیش طیاره رو به مسافران گرداندند و به شعرخوانی آغاز کردند. اینقدر با احساس، صمیمانه و با یک شور و خیام شاعرانه شعر خواندند که من تا امروز افسوس میخورم که آن وقت دستگاه ها و تلفن های نواربرداری نبود که اون شعرخوانی استاد را به نوار برداریم. و بعدها وقتی که هر وقت استاد را میدیدم و از اون شعرخوانی یادآوری میکردم که استاد خیلی عالی بود، نیم شوخی و نیم جدی میگفتن که ما در اون بلندی قرار داشتیم. در برنامه امروزه ما که استاد بهادر نعمتov واقعا سردهای زنده از ایجادات استاد لایق بهر ما تقدیم کردند، اندیشه خود را در این باره و این چنین چرا چنین است که این قدر سرایندگان به اشعار استاد لایق رو آوردند و شما همچون یک همنشین و شاگردان استاد لایق هستید، میگفتید که خود استاد به کدام سرودهای هنرمندان مخلص یا این است که دل داده بودند؟ اصلا اگر شعر تصور کنیم مثل یک پرنده، مثل یک مرغ، آهنگ سرود بول و پر است، یعنی که این شعر پرواز میدهد، آهنگ و سرود. و استاد لایق من بارها شنیدم که با سرانده هایی که شعرشون رو میخوندن میگفتن که تو شعر من عمر دوباره دادی. استاد لایق خودشون مخلص سرود، مخلص آهنگ و سرود بودن و در همه صحبت هایی که داشتن و به هر دیار، به هر منزلی که میرفتن همون سرانده های ممتاز همون وادی می آمدن با استاد لایق چند روزی که بودن همراه میگشتن. من شاهد این حالت ها هستم و ارزگذاری بلند به موسیقی، به شعر داشتن استاد لایق و اندیششون این بود که سراینده شعر عمر دوباره میدهد، شعر پرواز دیگر میدهد و واقعا اون چیزی که برای ملت ما بسیار عزیز است، ماندگار است، همین شعر است و سرود است. در شعر ما، در سرود ما تمام صنعت های دیگر تجسم خودشان را مییابند و سرود یک چیزی هست که در اون زمان هایی که سرحدها بسته بودند، مردم از همدیگر جدا شدند، در اون مرحله ها تنها سرود بود که از این سرحدها میگذشت، مثل مرغان. از این گفته‌های شما برمی‌آید که سرود میتواند به شعر پروبال بخشد و به هر کجایی که میتواند او را پرواز دهد. سرود میتواند انسان زنده کند. میبینید سرود، شما دیدید که یک سرود در زمانهای خودش چیکارها کرد. بله. یک سرود مردم به پا میخیزاند، یک سرود مردم به وحدت میآورد، به یگانگی میآورد. بنابراین کاری که یک سرود میکند شاید که یک گروه های کلان، یک اداره های کلان کردن نتواند، اون کاری که یک سرود میتواند کند. استاد لایق مخلص سرودی آدینه هاشم بودند. استاد لایق مخلص سرودی ظفر ناظم بودند. استاد لایق مخلص سرودی دولتمند بودند، مخلص سرودی بهادر جان بودند. با اینها
اولین شب ایجادی شیر و شکری که در تاجیکستان شده بود، من دیرکتور بیوروی ترغیب ادبیات بودم، این چیزا تشکیل کرده بودم. شیر و شکری استاد لایق با استاد جوربی بود. بعد این چیزها ادامه یافت و استاد لایق در هر کجا وقتی که ما مثلا به کولاب می رفتیم، سفرهای ایجادی هیئت ادیبان می رفتیم، حتما استاد آدینه هاشم همه کارشان می پرتافتن، می اومدن. 2-3 روزی که در اونجا استاد لایق بودن، اون شب و سحر همراه بودم و در همین صحبت ها نوازندگی میکردن و استاد لایق از این حلاوت میبردن. همیشه هم نشینشون همین خونیاگرا سراینده ها بودن. به اسفره میرفتن، اون ششمخام اسفره دعوت میکردن، میشیشتن، میشنیدن، راحت میکردن و همینطور در تمام گوشه های تاجیکستان وقتی که به پنجکن میرفتن، یک سراینده اصلیدین مستان و سراینده خلقی هست که بسیار سراینده خوب هست. استاد لایق حتما اون آدم دعوت میکردن، در همین نشست و صحبت ها سرودهای او گوش میگفت و میگفتن فلان فلان سرودهای خوان. استاد لایق واقعا مخلص سراینده های خوب بودن، با اونها شنخیز میکردن و از اونها بهره ها میبرداشتن. هر چیزی که پرواز میکنند باید یک پروازگاه داشته باشد. انا اون پروازگاه چیزی که کمال گفتن در درون همون شعر، در خود شعر هست. شعری که اصلا ببینید در یک وزن چند شعر است که در یک وزن هستند، اما چند آهنگ میشوند. از این چند آهنگ که فرض کنید که در یک شعر یا در چند شعر میشود، یکی از آنها بیشتر موفقیت پیدا میکند، زیرا اون به آرمان ها، به نظری مردم، به اون عرف و عادت و زندگی و روشی که مردم در روزگار دارن به آنها موافق شده است. و بزرگی هر شاعر، یکی از بزرگای هر شاعر و در مورد حاضر هم بزرگی استاد لایق هم سعادتمندیشان در آن بود که همدرد، همراز، گوینده رازها و آرمانهای مردم شده توانستند. برای همین سرودها خوب شدند، برای همین سرودها صدا میدهند، با صدا خواهند داد. همین مرادبک نصرالدین بسیار توجه داشتند و خوانش او و دوست می داشتند و با اون هم همکاری ایجادی داشتند. مرادبک نصرالدین در این موضوع من میخوام یک دو سخن اضافه کنم که شعر و سرود از دوران خیلی قدیم هم نفس و هم قدم انسان بودند و در زمانهای خیلی قدیم اون اجداد دور ما، اجداد آریایی ما با شعر و سرود هم قدم و هم نفس بودند و اون گوینده های قدیم را کوی ها و یا ریشی ها می گفتند که خود ایجاد میکردند و خود میخواندند، اما همه سرودها و رقص ها مذهبی بودند. در آغاز تاریخ در اون این آدم تو استاد رودکی اومده است، همین عادتی خواندن سرود خودش شاعر خواندن. بله، این عادت بعدها هم ادامه یافت، اما در قدیم این شاعری یک پیشه یک طایفه مخصوصی آریایی ها بود با نام کوی ها یا کریشی ها که از نسل به نسل از پدران به فرزندان داده میشد به طریق شفاهی. اون داستان کسبی بود. این داستان ها رو از بر میکردند، داستان هایی که تقریبا 10,000 20,000 30,000 مصرع رو در بر میگرفتند، از یاد میکردند و با آهنگ میخواندند اون سرودها رو برای دیگران. و همین روح شعر، روح سرود در نخست توأم بودند، یعنی یک نفر هم ایجاد میکرد و هم میخواند، یک روح بود. بعدها شاید این روح نیمه در شاعر ماند، نیمه در آوازخوان ماند، در سراینده ماند. و اما اگر سراینده ذات شکست و اما اگر سراینده روح شاعر را درک نکند، به خود قبول نکند، اون سرود را، اون درد و آرمان دل شاعر را افاده کرده نمیتواند. از همین جاست که بسیار شعرهای استاد لایق، اکثر شعرهای استاد لایق را هنرمندان و سرایندگان با آواز میخوانند.
بوسه کردم یاد باد دسته های کیفی شردم یاد باد هر لبه کی بوسه کردم یاد باد تا بکوی یار باسم رنجوبی راه های کیسی پردم یاد باد تا بکوی یار باسم رنجوبی راه های کیسی پردم یاد باد لحظه یکی جایی روز و ماهی عمر کاکولی یار شمردم یاد باد لابال و دل فراخ و سرفراز ساعتی که باده خوردم یاد باد در جهانی مرگ افزایی مخوف روزهای که نمردم یاد باد در جهانی مرگ افزایی مخوف روزهای که نمردم یاد باد دسته های که فشردم یاد باد هر لبه که بوسه کردم یاد باد ساعتی که باده خوردم یاد باد راه های کی سپردم یاد باد روزهای کی نمردم یاد باد تأثیر ایجادات استاد لایق را بر رشد هنر شاعران جوان چگونه ارزیابی میکنه؟ خودی همین که استاد لایق یک شاعری نوآور بودن، خودی همین که استاد لایق زبان و بیان و در اون مویه شعر ما دیگر کردن و سرونده روز و نیاز و ارمانهای ملی ما بودن، خود همین علاقه توجه جوانها شاعرای جوان بسیار جلب میکرد و استاد لایق هر یک شعرشون ورد زبان جوانها بود. یگان شاعر دیگری رو کم شاعری رو میتونم پیدا کرد که در مثل استاد لایق قریب همه شعرش ورد زبان باشد. با شعر استاد لایق مردم دوستی میکردن، عشق میورزیدن، جوانی میکردن، اظهار محبت میکردن و روز و نیازهای ملی خودشون بیان میکردن. بنابراین استاد لایق امروز هم ورد زبان ها هستند و طبیعی است که خود همین تربیت میکرد جوان ها و پیش از همه البته شاعرای جوان. مثلا من یکی از اونهایی بودم که چون نخستین مجموعه استاد لایق سری سبز به دستم رسید، من دیگر دنیای فراموش کردم و تا این مجموعه از سر تا به آخر نخوندم، در مکتب میانه میخوندم. دیگر توجه من یگان چیز دیگر نتوانست به خود کشد. این
سحر اعجاز سخن استاد لایق بود که جوانهای از پس خود برد و طبیعی است که تمام جوانهای ما، تمام نسلی که بعد از استاد لایق به ادبیات آمدن، اونها میتوان شاگردای استاد لایق گفت. و حتی همین خیلی یک گپ هم گفته بودن که در خصوص استاد مومن قناعت، خودی استاد لایق میگفتن که ما شاعرای جوان از آستین شعر استاد قناعت برآمدیم. این گپ گوگل است که از آستین شنل گوگل جوانهای نثرنویس روس برآمدند و ما نسل ما میتونیم با دل پر گوییم که ما از همین آستین شعر استاد لایق برآمده ایم. شعر استاد لایق خیلی وسعت‌ها و پهناهای دارد، هم در میان مردم، هم در میان جوانان شعر، مخلصان شعر و شاعران جوان، و هم در میان هنرمندان. اگر ببینیم ما هنرمند و آوازخوانی را پیدا شاید نتوان کرد در جمهوری ما که از ایجادیات استاد لایق چند شعر را با آهنگ در آورده نباشد. یا شاعران جوان امروز و زمان استاد لایق را ما اگر ببینیم، شاعر نیست که برای بخشیده به استاد لایق شعر نگفته باشد یا به مصرع یا شعر استاد لایق نظیره نگفته باشد. در ایجادیات همه شاعران جوان نظیره، پیروی، تقلید یا چیزی از ایجادیات استاد لایق پیدا کردن ممکن است. اون چیزی که برای ما بسیار عزیز بود، ما همیشه اون را میخواندیم و امروز هم در یاد من میآید. به مانندی تو باشی و لب دریای کوهی، تو باشی و لب دریای کوهی، جوانی و خماری ناشکسته. دیدین؟ بله. از یاد من این کلمه رفت است، در یاد رفیقان دیگر من حتما است. یعنی معمول بود. تو باشی و بری دامان صحرا، برایت گل بچینم دسته دسته، برای چون صدف از آب رخشان، تنی نازکی تو گوهر فشاند، به هر یک قطره قدی تو خورشید، برای خود امانت لانه ماند. و دیگر و اون سرودهایی که پیوسته هر روز چندین دفعه صدا میدهند، خصوصا با استفاده از این معرکه سرودی که بهادر نعمت آهنگ کرده است می سراید. این طولی نمیدونم 40 سال هست هر روز چندین بار صدا میدهد. این است که این سهمی با یک گفتن من، با گفتن دوستان عزیزی ما با ادبیات شناسا به انجام نمیرسد. زیرا سخن، خصوصا کلام بده، خصوصیت سبزیدن دارد. در ورق، در زبان این سخن می سبزد. سخن با مرور زمان، سخن خوب فضای بیشتر برای خود میگیرد، قدرتی بیشتر میگیرد، چنانه که سخن استاد بزرگوار ما لایق. جمالی بهر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی، ای جمالی بهر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، تازه کاری هات را قربان شوم. صاحب هنر شاد آمدی، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی.
چشم گل گل جمال و گل نظر شاد آمدی از قدم هایت دلم گل میکنم ای عروسی ره گذر شاد آمدی در رهی هر مجسد مجرایی ریز در رهی هر مجسد مجرایی ریز اوه بحری ابنایی بشر شاد آمدی بحری ابنایی بشر شاد آمدی ای جمالی بحر و بر شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی لبی هر غنچه آوردی پیام از سخاوت از ثمر شاد آمدی در کنارت میبرد اینسان بسر یک دمی به دردی سر شاد آمدی ای بیا گل گفته و گل بشنوه ای بیا گل گفته و گل بشنوه سر شاد آمدی گل بدامن گل بسر شاد آمدی ای جمالی بهر و بر شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی ای جمالی بهر و بر شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی استاد لایق را از ابتدا تا به امروز همچون یک شاعر عاشق میشناسند و اعتراف میکنند. میخواستم در موضوع شعرهای عاشقانه استاد چند حرف بگوید. عشق اول غوره سرمازده از این گونه که اشعار استاد اشعار غنایی میگیم عشقی میگیم اینها یک اول اینکه سری اعجاز سخنوری و در برابر این مکتب ادبیات سویتی یک طلبات بسیار سخت داشت که گمان میکنم طلبات درست بود حقیقت ریالی بودن و چنان کمال گفتن سخن کلام کهنه جامعه نو جام خیام باده شخصی خودشان موضوع عشق را هم این گونه زرگری و ساده تر شاید خوبتر شاید بگیم که سرودن استاد لایق و به سبب نیست که تا امروز من گمان میکنم سراینده و هنرمند این نیست که سرود عاشقانه از لایق نخواند زیرا هر چی که گفته است حقیقت است هر چی که گفته است نزدیک است و احساس عاشقی احساسی است که خاص یک دوران شکفتن یک دوران خروش یک دوران وارد شدن به جهان بسیار پست و بلند پرشیب و فراز که شاید به خاطر عشق شاید دست به دست عشق انسان می آید و وابسته به آن که در این جاده در عشق چند توفیق چند موفقیت پیدا و چند برار می یابد در روزگارش هم این گونه می شود و تصویرهایی که در شعرهای عشقی استاد هستند حقیقتا فراموش شدنی نیستند از آن جمله اون شعرهایی که اصلا معمول نبود این موضوع ها این دخترک قشلاقی و این خوشچینی این دخترک و اون مویهای میده بافی اونه که بزور بردن و
یادی او در دل من تا حاضر ماند. این چیزهایی هستند که حقیقت دارند، بله. حقیقت دارند و اینها به گونه گفته شدند که ببینید امروز هم در خور روزگار مردم هستند. امروز هم آن دختر همسایه برگشته، گپی ساده چی بوده است؟ یک دختر همسایه بوده است، برگشته نمی آمده است. نه، وقتی که در جور در گرمانی احساس که می‌دراید، سخنی ساده در زبان شاعر نبضی تازه میگیرد، قدرتی تازه میگیرد، تاثیرگذاری کاملا دیگر میکند. این گونه است. استاد لایق شاعری عاشق پیشه بود. این در قدم اول است. هر چی که از وطن گفته باشد، هر چیزی که از موضوعهای گفتیم که خودشناسی گفته باشد، اگر عاشقانه نمیگفت خوب نمیبود، گرم نمیبود. لایق شیرالی همچون شاعری هوسکار به ادبیات ظاهر نشدند. بسیاری شاعرای ما شاعرانی هوسکار بودند، اما استاد از ابتدا یک نبوغی، یک استعداد در اشعارشان بود است که نویسنده زبردست استاد اولغزاده پیش از همه این شناختند و برای کتاب استاد سری سبز، اولین مجموعهشان سری سبز، استاد اولغزاده پیشگفتار نوشتند. شناختند که در این شاعر چیزی هست و ادبیات ما، ملت ما از لایق امیدهای بسیاری دارد. باید گفت که در مسائل ملی، در مسائل شعر مادر، در مسائل به تاریخ سرفرو بردن و در آثار خود در شعر و غزل و ترانه ها مسئله های دردناک تاریخ ملت تاجیک را تجسم کردن در اشعار استاد بسیار استادانه با یک طرز زیبا و شاعرانه سروده شده است. درباره مادر بسیار زیبا گفتند که از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. در مورد مادرنامه استاد لایق چه ابراز نظر دارید؟ مادرنامه طول چندین سال ایجاد شده است، خصوصا از اون دوره که این جامعه دامادی دوختن و انتظاری مادر انتظاری اسکر بچه را دیدن و یعنی اون حقیقت هایی که خاصی روزگار مادری تاجیک هست، چشم براه بودن، اون کلبه که خطر چکیدن دارد، اون کلبه بامیه که خطر چکیدن و مانند اینها حقیقت های هستند. اینها در شعر استاد لایق پیوند های هستند که تا بودن نبض شعرش را با نبض مردم پیوست می داشتند، امروز پیوست می دارند و من بعد هم نبض این ملت، این سرزمین خواهند بود. میخواستم اندیشه های استاد میرزا شکرزاده را نیز در مورد مادرنامه بشنیده باشیم. مادرنامه در ادبیات دنیا شاید کسی نیست که در وصف مادر شعری نگفته باشد. در ادبیات فارسی هم از ایرج میرزا که شروع می شود تا شاعران دیگر، لیکن این سلسله مادرنامه که استاد ایجاد کرده اند در یگان شاعری فارسی گوی، شاید شاعرای اروپا و جهان عرب و دیگر هم اینقدر دوامناک، اینقدر پروفسیونال نیست. همون مادر توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم، نمیمیری توی مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. وقتی ما شعرها رو برای برادرای افغانستانی و کابلی میخواندیم، برادری عزیز من محترم شاهدند که ما در افغانستان سالهای سال بودیم، برادرای کابلی میگفتن که والا چطور بود در اون زمان شوروی شما سنزور داشتید و نظارت بود و اینقدر این شاعر رک و راست از میهن و از درد ملت صحبت میکند. و همین ویژگی اشعار استادم همین است که یکم بسیار جسورانه شعر گفتند. اول استعداد خدا داد برای هر یک شاعر، دوم جسارت، سوم بعد فرو رفتن در تاریخ ملت. در استاد همین ویژگی ها، همین هنرها بر اعلی احساس کرده می شود. مدرنامه که نظر یزدان گفتند، واقعا این صحیفه تازه سیمای تا امروز
سیمای مادری تاجیک سیمای اصلا مادر ملت مادر ملی کسی چنین صمیمانه تاثیر بخش خاطرمون تصویر نکرده بود. اولین شاعری که از همون همسالان خودشان اکا شریف جورایف خدا رحمت کند آوازخوانی بسیار ممتازی ما درک کردن برای شعر هم گفتن استاد بله. لایق بودن. دیگر که استاد لایق البته شعر ببینید این شعر همون اخگر است آتش است که در آتشدان در میگیرد مثل ستاره ها میتابد. از سرود باشد سرود این همون علنگه است فواره همون فرش کردیم آتش است که بال و پر میابد از دل به دل ره میابد. مثلا ما شنیدیم که در سمرقند شبیه شیر و شکر داشتند شیر و شکر داشتند تمامی تالار پر می شود زمان شوروی و میکروفون ها میمانند با از بیرون هزارها مخلصان و عاشقان و شعر و سرودها و اشعار استاد گوش میکنند میشنوند. استاد لایق باز هم در یک ربایی میفرمایند که تا چند تو با گذشتگان مینازی با رودکی و به حافظ شیرازی وقت از سری منبر آزاد سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازی. با امید آن که باز هم رودکی ها و خیام ها و سعدی ها و لایق ها به شعر تاجیک قدم می‌نهند برنامه امروزه را به پایان می‌رسانیم و از شما سپاسگزاریم استادان عزیز که وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته در برنامه ما شرکت کردید. خوش آمدید. و یک ترانه دیگر مونده است این هم از متن استاد لایق است ترانه شب بخیر و با این ترانه در اجرای هنرمند مردمی تاجیکستان برنامه خود را حسن انجام بخشیم. دل گر هست امید دلبر هست سر گر هست امید سرور هست گذشت امروز و پروای نداریم دل ما پر که روز دیگری هست. بینندگان عزیز تا دیدار دیگر آسوده روزگار باشید. خیر. یک روزی غم و شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنا باز یک خورشید ما را ترک گفت ماهی ناپیدا شدن در افق شام باز یک خورشید ما را ترک گفت ماهی ناپیدا شدن در افق شام شب بخیر همنشینا شب بخیر شب بخیر هم زمینا شب بخیر شب بخیر همنشینا شب بخیر شب بخیر هم زمینا شب بخیر باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتابی زندگی باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتابی زندگی ای خوشان کس کی در این رد و بدل شوید و یابد حسابی زندگی ای خوشان کس کی در این رد و بدل شوید و یابد حسابی زندگی شب بخیر دوستداران شب بخیر شب بخیر کامگاران شب بخیر شب بخیر دوستداران شب بخیر شب بخیر کامگاران شب بخیر تاریکی و بر یادم رسید چشمهای خیره بینی مادرم دورم از او تا که باشم دست یار در
نفسهای پسینی مادرم، دورم از او تا کی باشم دستیار، در نفسهای پسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایامی خوده، شادمانیم اندر آغوشی زمان. ما همه فرزندی ایامی خوده، شادمانیم اندر آغوشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا کس فراموشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا کس فراموشی زمان. شب بخیر هم نشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمانان، شب بخیر، شب بخیر مهمانان، شب بخیر، شب بخیر میزبانان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمان و شب بخیر.